یاد گرفتی؟ حالا یک بار لوبیا را سوختانده بودم بعد از یاد گرفتم. وقتش من بسیار در خانه تنبل بودم. خودشم اقرار میکنه که در خانه تنبل بوده. در بودم فعلا هم هست. من بدبخت بیچاره دیکو کاسک قرار که در خانه محترم میشینه. چی میکنی آسنا؟ تمام روز در قصه تیر که دیره خم آشپزی خو نمیشه. اگه میره دوباره از من بپرسی من نمیتونم گفتم. پس میره پرسانش. اینا رو چی میکنی؟ اینا تو دوباره پس بگو. نه تو بگو تو بگو. نه تو بگو. نه تو بگو. تو بگو. ما استاد هستم بعد بگم تو بگو. این طرف نگاه نمیکنم باز میگه از تو کپی کردم. اینم دوستم من طرفش نگاه نمیکنم. ها باش که تو از من یاد نگیری. بیار این کامره رو پیش. تو یاد نگیری. تو یاد نگیری. سایز دوستا این دیزاین بده دیگه شما دیزاین. سایز. طرف من نگاه میکنی یاد